خانم آقایان، روز و شب شما خوش در هر جای این جهان که هستید. پوزش میخوام از اینکه چند دقیقه تأخیر داریم. منتظر بودیم آقای مهاجر به ما بپیوندند که ایشون الان اینجا هستند. آقای مهاجر، من اگه ممکنه خواهش کنم خودتون رو آن میوت کنید، اون میکروفونتون رو باز کنید. درسته الان؟ بله الان خوبه. خب دوستان، چند دقیقه تأخیر داریم. پوزش میخوام. همینطور که میدونین این نشست 155 کانون کتاب تورنتو هست. امروز آقای ناصر مهاجر برای ما صحبت میکنند درباره کتابی که به زبان انگلیسی منتشر کردند در ارتباط با کشتار سال 1367 در زندانهای ایران. این یکی از نقاط تاریک تاریخ معاصر ما هست. در این زمینه پژوهش تاریخی کم شده، حرف زیاد هست. بسیار خوشحالیم که امروز آقای مهاجر رو در کنار خودمون داریم و اینجا هستند و ما از زبان ایشون مستقیم میشنویم درباره این کتاب، چگونگی در واقع جمع و جور کردن کتاب و چگونگی انتشارش و چرا کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده. و ایشون طبق معمول مثل همیشه 40-50 دقیقه صحبت خواهند کرد و بعد باز میکنیم برای پرسش ها. لطف کنید پرسش های خودتون رو در این قسمت چت زوم بگذارید و من این پرسش ها رو خواهم پرسید و آقای مهاجر پاسخ خواهند داد. بنابراین خواهش میکنم که پرسش های خودتون رو از همین الان میتونین برای ما بگذارین و من همینطوری که گفتم در پایان صحبت های آقای مهاجر از ایشون خواهم پرسید. نکته دیگری که میخواستم به اطلاعاتون برسونم این هستش که روز دوشنبه 23 نوامبر ساعت 11 صبح به وقت تورنتو، به وقت در واقع شرق امریکا، در دانشگاه تورنتو فیلم مستند خانم نسرین ستوده، فیلم به نام نسرین، پخش میشه و به دنبال نمایش فیلم هم میزگردی هست با سازندگان فیلم و استادان دانشگاه تورنتو. لینک این برنامه رو من در همین قسمت چت میگذارم که دوستان اگر خواستن استفاده کنن. ضمناً خبر دیگری که دارم این هستش که ما در چند ماه گذشته مشغول بودیم که آرشیو سخنرانی‌های کانون کتاب تورنتو رو در طول 15 سال گذشته جمع آوری شده آنلاین بذاریم. اینها الان در یوتیوب هست و پادکست هم شده. من لینک پادکست رو باز در قسمت چت میگذارم، دوستانی که علاقه‌مند هستن گوش کنن. و یوتیوب هم همین ظرف این هفته یا هفته آینده کامل خواهد شد که باز اون لینک یوتیوب رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند. مجددا خواهش میکنم سوالای خودتون رو در قسمت چت بگذارید که پس از پایان صحبت‌های آقای مهاجر من بتونم سوال‌ها رو برای ایشون بخونم. نکته آخر این که خواهش میکنم به کانون کتاب تورنتو کمک کنین. ما به کمک‌های مالی شما نیاز داریم برای برگزاری این برنامه‌ها. لینک سایت کانون کتاب تورنتو و اون صفحه‌ای که برای کمک‌های مالی ایجاد شده باز من در این قسمت چت خواهم گذاشت و از شما خواهش میکنم که اگر براتون امکان داره به ما کمک کنین که بتونیم این برنامه‌ها رو ادامه بدیم. برای دوستانی که با کانون کتاب تورنتو آشنا نیستند خدمتتون خیلی خلاصه عرض کنم که در اکتبر 2006 کانون کتاب تورنتو تشکیل شد و هدف ما هم بررسی تاریخ معاصر ایران از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری است و در طول 154 جلسه که پیش از این نشست برگزار شده اساتید و متخصصین زمینه‌های مختلف برای ما صحبت کردند.
و امیدواریم بتونیم این کار رو با کمک ها و توجه شما ادامه بدیم. از شما سپاسگزارم. نشست بعدی ما در دوباره سومین یک شنبه ماه دسامبر خواهد بود. در حال نهایی کردن سخنران هستیم و به محض اینکه نهایی بشه به اطلاع شما خواهیم رسوند. برای گرفتن اخبار کانون کتاب تورنتو به سایت torontobookclub.com یا صفحه فیسبوک ما نگاه بکنید لطفاً. من این لینک ها رو در قسمت چت خواهم گذاشت. از شما سپاسگزارم. آقای مهاجر خواهش میکنم بفرمایید. به دوستانی که وقت گذاشتن برای جلسه امشب و آمدن به این نشست پیشاپیش تشکر میکنم. روز بخیر یا شب بخیر میگم با توجه به پراکندگی ما در سرتاسر جهان. گفتارم همونطور که اطلاع دارید درباره خود این کشتار هستش و کلیتی از دانسته ها و ندانسته های ما درباره این کشتار. پیش از هر چیزی باید بگم چیزی که هممون میدونیم ولی بازگویی این مهم هستش. ما میدونیم که در تاریخ ایران هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. به هر حال در تاریخ مدرن ایران که ما با پدیده‌ای به نام زندان و زندان سیاسی روبرو هستیم و این رو میدونیم که در یک مدت کوتاهی از 12 مرداد ماه و یه موقعی تو ماه مهر که اون رو هنوز به دقت نمیدونیم چند هزار زندانی سیاسی رو در ایران جمهوری اسلامی کشت. در باره این رقم هم که الان خدمتتون عرض کردم چند هزار، ما این رقم هم نمیتونیم رندش کنیم. آگاهی اینو نداریم که بتونیم مثلا بگیم 5238 تا به طور مشخص. فهرست‌های گوناگونی البته وجود داره. افراد مختلفی زحمت کشیدن، سعی کردن تا جایی که میتونن یک فهرستی رو تا جایی که میتونن تهیه بکنن، تنظیم بکنن، ولی ما تا این لحظه فهرست کاملی از این کشتار نداریم. میدونیم که در این مدت کوتاهی که خدمتتون عرض کردم در چند هفته از زندانیان سیاسی ایران یک هیئتی که اعضاشو میدونیم که ها بودند آمدند به زندان ها و چند سوال از زندانیان سیاسی کردن، از مجاهدین خلق یک سلسله سوال کردن، از نیروهای چپ یک سلسله سوال دیگه کردن. میدونیم فقط هم رفتن سراغ سیاسی ها، سراغ زندانیان غیر سیاسی. در این پرسشی که کردن که به معنی دقیق کلمه تفتیش عقاید بود، منتها واقعا نمیشه اسم اون پروسه تفتیش عقایدی رو که انجام دادن نمیشه نامشو گذاشت دادگاه تفتیش عقیده. دادگاه تفتیش عقیده برای خودش بار خودش رو داره، معنای خودش رو داشته. از نظر تاریخی ما آشنا هستیم با آنچه که در قرون وسطا در اروپا رخ داد و میدونیم که خب واقعا دادگاه بود. دادگاهی بودش که یه تعدادی کشیش نشسته بودن اونجا، فقیه مسیحی وابسته به کلیسای کاتولیک نشسته بودن و
اونها سوال میکردن از طرف مقابل، مدرک میخواست ارائه میدادن و به هر حال گفتگویی بود و گفتگو در جنبه اصلی این دادگاه های دوره قرون وسطی بود. در اینجا گفتگو کمتر بود، یک مقداری سوال داشتن که اینها میکردن و یه هدفی هم داشتن. هدفی هم که داشتن این بودش که بر اساس فتوایی که آقای خمینی داده بود که من بهش خواهم رسید، ببینن که این زندانیان در چه موقعیتی هستن. به هر حال از این چند هزار نفر زندانی سیاسی، نزدیک به 5000 نفری که توافق هستش روش، بخش بزرگی از کسانی که کشته شدن افراد وابسته به سازمان مجاهدین خلق یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بودن و بخش دیگرش جریان ها و جریه های گوناگون چپ از حزب توده گرفته که از جمهوری اسلامی در اون مقطع، حتی در اردیبهشت 62 که یورش دوم هستش به حزب توده ایران، دفاع میکرد، تا جریانات چپ انقلابی مثل پیکار، مثل رزمندگان، مثل اتحادیه کمونیستای ایران غیره، که مثل فداییان اقلیت، که مواضع قاطع داشتن درباره جمهوری اسلامی ایران. این رو هم باید تأکید کنیم، باز جزو دانسته های ماست که بسیاری از کسانی که در این کشتار بزرگ میشه نامشو گذاشت، در این کشتار بزرگ جان خودشون رو از دست دادن، اینا کسانی بودن که حکم خودشون رو میکشیدن. یعنی احکامی رو که در دادگاه های 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای بعد از 30 خرداد 1160، البته این دادگاه هم باز در داخل گیوم نوعی قرار میگیره، چون که از ابتدایی ترین اصول دادگاه برخوردار نبود، ولی به هر حال دادگاه های خودشون بود، خودشون برای خودشون بدون وکیل مدافع خودشون تصمیم میگرفتن که احکام چقدر به 10 سال، 15 سال، 3 سال، 6 سال میدادن به زندانی. خب این احکامی هم که داده بودن، اکثر کسانی که در این کشتار، یعنی اکثر که قریب به اتفاق کسانی که در این کشتار رفتن، تا اونجایی که ما میشناسیم، تا اونجایی که ما اسم داریم، اینها داشتن دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن و برخیشون دوره محکومیت خودشون رو گذرونده بودن. یعنی 2 سال بودش که از دوره محکومیتشون تموم شده بود و اینا رو آزاد نمی‌کردن چون حاضر نبودن. 2 شرطی رو که زندانبان در برابرشون قرار داده بود: 1 نوشتن انزجارنامه، 2 مصاحبه تلویزیونی. حاضر نبودند که تم بدن به این درخواست حکومت و به این دلیل اینا رو آزاد نمی‌کردن. بنابراین یک واقعیت تلخ دیگه این کشتار این هستش که کسانی جان خودشون رو از دست دادن که داشتن حکم می‌کشیدن و یا حکمشون هم تمام شده بود. بنابراین جمهوری اسلامی حتی به این حکمی که خودش داده بود پایبند نبود. در این اتفاق دهشتناکی و بیمانندی که نه تنها در ایران بلکه در ربع آخر قرن 20 در هیچ جای جهان دیده نشد چنین رویدادی. این رویداد یک سلسله ویژگی داشت و من میخوام که به برخی از این ویژگی ها اشاره بکنم. اولین این هستش که این رویداد بر اساس، همونطور که خدمتتون عرض کردم، بر اساس فتوایی بودش که آقای خمینی صادر کردن. من از به قول خود آخوندا و تو این فتوا هم خواهیم دید، از بی بسم الله تا تای تمت این فتوا رو میخونم.
و کوتاه هم هستش. بسم تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها به هر صورت حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. روح الله موسوی خمینی فتوا تاریخ نداره و همونطور که خودتون میدونید برای فتوا هم یک کسی سوال میکنه و طرف که مرجع تقلید باید باشه فتوای خودش رو میده. این فتوا رو ما میدونیم که احمد خمینی در یک نامه‌ای به آقای خمینی که نوشته میگه که سوال میکنن که چیکار باید کرد در این باره و آقای خمینی این فتوا رو صادر کرد. بنابراین دو تا نکته کلیدی در این قضیه هستش که یکی داستان نفاق هستش، هر کسی بر سر موضع نفاق باشه خب معلومه معناش به طور مشخص در اون زمان. دومی هم این هستش که دشمنان اسلام، خب دشمن اسلام رو هم باید تعریف کرد. خیلی جالب هستش که ما در این یادمانده هایی که از این رویداد داریم، کسانی که در باره این رویداد نوشتن، یادمانده های خودشون رو نوشتن، جان سالم در بردن از این کشتار بزرگ، هیچ نمیبینیم که مثلا این بحثی که دشمنی با اسلام رو برای این هیئتی که اومده بود اونجا این براش یه مسئله‌ای باشه که خب دشمنی با اسلام چیه؟ اگر کسی مثلا فرض کنیم مسلمان نباشه حتما مسلمان اسلام ستیزه، دشمن اسلامه. اگر کسی مثلا فرض کنیم نماز و روزه نخونه این حتما دشمن اسلامه. به هر حال اون خوانشی که شد از این فتوای آقای خمینی خوانشی شد که باید نابود شد، باید نابود کرد. اصلا داستان حالا این رو در جزئیات بیشتری بهش خواهم پرداخت در ادامه این صحبت. به نظر من میرسه که یکی از ویژگی‌های مهم این فتوا شاید این باشه که اولین فتوایی که ما میشناسیم که این فتوا در ایران، من همه جهان شیعه رو بررسی نکردم، اطلاع ندارم، ولی به نظر میرسه در مملکت ما اولین باری هستش که یک مرجع تقلید شیعی یک فتوایی میده که این فتوا جمعیه. خب همین آقای خمینی اندکی پیشش در مورد سلمان رشدی هم فتوا داده بود دیگه. وقتی هم که مثلا میخواستن که فداییان اسلام میخواستن چه میدونم هر کسی رو ترور بکنن، از حسین فاطمی گرفته تا رزمارا اینا فتوا میگرفتن و بنابراین برای این نوع کشتارهای مذهبی، قتل‌های مذهبی که نامشو بذاریم، یکی از ویژگی‌هاش این هستش که باید فتوا داشته، کشنده باید فتوا داشته باشه از یک مرجع. تا جایی که میدونیم این اولین باریه که یک مرجعی فتوا میده برای جمع کسی، فتوای جمعیه که در همه جا در یعنی سراسر ایران، چون که یکی از ویژگی‌های یا دومین ویژگی در حقیقت این کشتار این هستش که به زندان‌های تهران محدود نمیشه، هرچند که با زندان‌های تهران شروع میشه، از اوین شروع میشه به گوهردشت میره، ولی به زندان‌های شهرستان‌های دیگه از رشت گرفته، همدان گرفته، شیراز گرفته، تبریز گرفته، زنجان گرفته، زاهدان گرفته، سمنان گرفته، ساری گرفته، اصفهان گرفته، مشهد گرفته، کردستان گرفته، اهواز گرفته، در همه جا اجرا میشه. حتی زندانیان سیاسی که در شهرهای کوچکی بودن
چند نفر، 3 تا 4 نفر 5 نفری که گرفته بودن مال اون شهرهای کوچک بودن، اینا رو منتقل میکنن به زندان اصلی شهرستان که در مقابل این هیئتی که زندانیان به درستی نامشو گذاشتن هیئت مرگ، در برابر این هیئت مرگ قرار بگیره. سومین ویژگی این کشتار بزرگ به عقیده من سریتشه. این در نهایت سریت این کشتار اتفاق افتاد. درسته و بیرون جامعه، مثلا فرض کنیم آیت الله موسوی اردبیلی تو نماز جمعه آخر که چون که درست حالا بعد از اون عملیات مرصاد بود گفتش که بله مردم میخوان که این منافقین کشته بشن، غیره بشن. حتی بسیاری از منافقین رو هم در همون منطقه کرمانشاه به دار آویختن بعد از اون حمله‌ای که مجاهدین اسمشو گذاشتن در حقیقت فروغ جاویدان و رژیم اسمشو گذاشت مرصاد. به هر حال درسته که یه چنین صحبت‌هایی بود، ولی آنچه که به خود این اتفاقی که ما امشب داریم صحبتشو میکنیم به این رویداد باز میگرده، این هستش که این رویداد در نهایت سریت انجام میشه، هم در درون زندان ها و هم در بیرون. در درون زندان ها به این معنا که و واقعا نکته خیلی خیلی مهمیه که لحظه ای که خبر میدن که جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 ملل متحد پذیرفت، تلویزیون ها، رادیو ها، غیره جمع میشه. درست؟ از اون به بعد روزنامه ها قطع میشه، روزنامه زندان نمیاد، ملاقات ها قطع میشه، حتی رفتن زندانیان به بهداری قطع میشه، این پروسه هم متوقف میشه. بنابراین در داخل زندان ها یک وضعیتی به وجود میاد که هیچ کس خبر نداره از هیچ جای دیگه، هیچ بندی از اون بند مقابل خودش خبر نداره. یک نوع وضعیت سکون و سکوتی در زندان ها به وجود میاد که پیشتر در این سالها مشابهش وجود نداشت. در بیرون از زندان ها خب ملاقات ها قطع میشه. به خانواده ها میگن که امکان دیدار فرزندانتون فعلا وجود نداره. این البته چیز عجیبی نبود، چندین بار این اتفاق افتاده بود و خانواده ها چندین بار شنیده بودن که بله امروز که روز ملاقات هستش نمیشه، هفته بعدم نمیشه، 2 هفته دیگه بیایید، مثلا داریم تعمیرات میکنیم، داریم یه کارایی میکنیم. این درباره بیرون این مسئله بالاخره سابقه داشت، ولی در داخل زندان ها نبود. ویژگی دیگه این کشتار بزرگ فریبکاری غریبی بودش که به کار بردن. فریبکاری که از چه در ارتباط با خانواده ها که گفتن که داریم درست میکنیم، هر کدوم هر زندانی یه چیزی میگفتن به خانواده هایی که اومده بودن، ملاقات نیست، داریم مثلا ساختمان سازی میکنیم، یا مثلا فرض کنیم داریم نقل انتقال میکنیم در بین بندها و غیره. چه به خانواده ها دروغ گفتن و چه در داخل خود زندان مثلا شایعه میکردن که این هیئتی که اومده، این هیئت اومده برای عفو یا اومده برای جدا کردن زندانیان چپگرا از مجاهدین خلق یا اومده برای سازماندهی 2 مرتبه بندها. بنابراین زندانیانی که در مقابل این هیئت ظاهر شدن، به ویژه در دوره اول، مطلقاً اطلاع نداشتن که داستان چیه. حتی برخی بر این باور بودند که ممکنه که داستان آزادیشون باشه و در حقیقت به این علت هیئت اومده که یه مثلا چک نهایی بکنه و بر اساس اون آزادی ها صورت بگیره. بنابراین زندانیان در بیخبری کامل در مقابل فریبکاری کامل هیئت قرار داشتند. خب
میدونیم که در مقابل، یعنی این هیئت اول با چیز شروع میکنه، با زندانیان مجاهد شروع میکنه. از زندانیان مجاهد هم خب یکم سوالهای معمول همیشه با این هستش که مشخصات کامل زندانی، تعلق سیاسی. خب اگر که زندانی میگفتش که مجاهد، معلوم بودش که حکمش اعدامه. اگر میگفت منافق، خب بعد سوالهای دیگه‌ای میشد برای چک کردن اینی که این مثلا تا کجا حاضره بره. وقتی میگه مثلا منافق، حاضری مثلا فرض کنیم توف کنی تو صورت مسعود رجبی؟ انواع اقسام سوالهایی که جالب هستش این رو بدونیم که تا جایی که من مطالعه کردم به نظر نمیرسه که سوالهای یکسانی بوده باشه برای همه زندانیان. به نظر میرسه که همون هیئتی که در هر جایی شکل میگرفت، اون هیئت در همون جا سوالهایی که به ذهنش میرسید از میکرد دیگه. میدونیم که تعدادی اعضای هیئت رو هم میدونیم، نیری و رئیسی و اشراقی و پور محمدی که از طرف وزارت اطلاعات بود. بعد خب رئیس هر زندانی هم اونجا میبایست میبودش، مثلا ناصریان یا مثلا فرض کنیم هر رئیس زندان دیگه‌ای که باید در اون زندان بود اونم اونجا بودش. و میدونیم که این هیئت چیز میشد، مراقبت میشد از طرف تعداد زیادی پاسدار که این رو هم حسابشو کرده بودن که ممکنه درگیری احیانا به وجود بیاد و غیره. شاید بد نباشه که فراموش نکنیم که پیش از این برنامه کشتار فضای زندان ها در سالهای 65-66 مقداری تغییر کرده بود و زندانیان بیشتر در موقع تعرض قرار داشتن تا در موضع تدافعی برخلاف سالهای پیشین، و تونسته بودن که با ایستادگی روی مواضع خودشون تحمل کردن انواع و اقسام شکنجه هایی که در این سالها بر اونها اعمال شده بود برای اینکه بشکننشون و برای اینکه از زندانی سر موضعی تبدیلشون کنن به زندانی نادم یا به زندانی تواب. این دوره‌ای که و اون در حقیقت چیزی که معروف شد به کارخانه تواب سازی آقای لاجوردی، این کارخانه تواب سازی شکست خورد در عمل شکست خورد و از سال 63 به بعد که تغییر به وجود میاد در ریاست زندان ها و مثلا میثم میاد رئیس زندان میشه، از اون به بعد کم کم بعد از اینکه میبینن نه این خیلی ها رو تونستن بکشن، از بین ببرن، و ما میدونیم که در سال 60 چقدر کشتن و حتی میکشتن بدون اینکه اسم زندانیان رو بدونن و حتی میخواستن عکس ها رو توی روزنامه حتما به یاد دارید چاپ میکردن، از خانواده ها میخواستن بیان اینو معرفی کنن، میگفتن این مثلا فرض کنیم دختر مثلا فرض کنیم کشته شده. بچهای زیر 18 سال کلی دانش آموز در اون سالها کشتن، کلی زندانیان سیاسی قدیمی‌تر رو کشتن و غیره. به هر حال این کسان در حقیقت بازماندگان همین پروسه هستش که از سال 60 شروع میشه و داشتن دوره چیزشون رو میگذروندن که باهاشون در حقیقت این هیئت روبرو میشه و این سوال جواب هایی که با کسانی که اکنون به خصوص مجاهدین خلق در با توجه به اینی که تشکیلاتی تونسته بودن برای خودشون در زندان هم به وجود بیارن یا شبه تشکیلاتی تونسته بودن به وجود بیارن یا شبکه هایی تونسته بودن به وجود بیارن، بستگی به زندان، بستگی به تعدادشون در زندان، بستگی به نوع افرادی از سازمان مجاهدین در زندان. این البته در مورد برخی از گروه های چپ هم صادقه که شبکه هایی، روابطی به وجود تونسته بودن بیارن که با هم هماهنگی بکنن
در میزانی از هماهنگی رو با هم دیگه به وجود بیارن. تمام نکتم در اینجا این هستش که کسانی که الان دارن میرن در مقابل این هیئت قرار بگیرن کسانی نیستن که مثلا فرض کنیم در یک پوزیسیون تدافعی بوده باشن در یکی دو سال گذشته. در یکی دو سال، در سالهای بین 65 تا 66 فضای زندان ها یه مقدار زیادی تغییر کرده بود نسبت به سال 60 تا 63. بنابراین خب با یک چنین روحیه هایی رفتن و خب خیلی ها هم که هیچ نوع آگاهی نداشتن از رسالت و وظیفه اصلی این هیئتی که آمده بود، وامیستادن در مقابل هیئت و خب راحت هم گفتن که سمت چپ. خب یه مدتی که گذشت، چند روزی که گذشت، کم 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 متوجه شدن زندانیان که داستان این هیئت عفوی و اینا نیست و به طرق مختلف در حقیقت از یه مرحله‌ای که اتفاقا تو این کتابی که به صحبتش رو در آغاز دوست عزیزمون کردن آمده، در مقالات مختلفی آمده که چجوری بچه ها شروع میکنن از طریق مرس و اینا خبر دادن و به خصوص بعد از چند هفته دیگه مسجل شده بود و مسئله اصلی خیلی از زندانیان هم این بودش که چجوری میتونن خبر برسونن که آقا اینا بر چی اومدن، که زندانی با آگاهی بیشتری بتونه انتخاب خودش رو بکنه که چیکار میخواد بکنه در مقابل هیئت، چجوری میخواد به هیئت جواب بده. و زندانیان ما توی شهادت‌های مختلفی، توی روایت‌های مختلفی داریم که صحبت میکردن که چگونه در با این هیئت روبرو بشن. خب میدونیم که بعد از کشتن مجاهدین، حالا اون سیکرسی که گفتم یکی از عناصر این سریتی که خدمتتون عرض کردم این هستش که در سال 67 لااقل در تهران اعدام ها با دار بود، با تیر نبود، چون که حتی این کاری رو بکنن که صدا تا جایی که میتونن صدا پخش نشه و صدایی که میدونیم که صدای وقتی اعدام میکردن قبلا و اصلا معروف بودش در زندان ها که اعدام ها انگار که مثلا فرض کنیم چیزای آهن داره میفته زمین، صدای تصادم آهن با خاک هستش، هم میکردن کوچکترین اعدامی نباشه. در حسینیه زندان بساط دار پهن کرده بودن یا مستقر کرده بودن و زندانی‌ها رو به دار میکشیدن. به این ترتیب در شهرستان ها در همه جای اینجوری نبوده، تا جایی که اطلاع داریم در مورد شهرستان ها. باید بگم دانش ما در مورد شهرستان ها گرچه در ظرف این چند سال اخیر، به خصوص این مثلا یکی دو سال اخیر بیشتر شده نسبت به پیش، بیشتر دوستانی که در شهرستان ها بودن خاطرات خودشون و یادمانده های خودشون رو نوشتن، ولی همچنان دانش ما درباره آنچه که در شهرستان های ایران گذشت در اون روزهای سیاه، همچنان دانش ما کمه. و خب در عرض می کردم که بعد از داستان مجاهدین داستان چپ شروع میشه، به احتمال بسیار زیاد از 5 شهریور ماه چپ ها رو شروع میکنن کشتن. یکی از فرق‌هایی که وارث هستش در کشتن چپ ها نسبت به مجاهدین خلق این هستش که زنان چپگرا رو در کشتار 67 از بین نبردن. سیاست این نبود. دقیقاً چراش بر ما روشن نیست. برخی اشاره میکنن به اینی که تو مسائل فقهی تجدید نظر کرده بودن و اینی که نه، زن نمیشه، زن
معاند رو نمیشه کشت، هرچند که زر محارب رو، و اینی که خب زنان مجاهد زنانی بودن که به هر حال جزء محارب حساب میشدن دیگه، حالا اسلحه دست داشتن یا نداشتن خیلی مهم نبود، کاتگوریزش کرده بودن به عنوان نیروی محارب و به عنوان نیروی محارب هم سر به نیستشون کردن. ما فقط یک زن داریم از زنان چپگرا، خانم فاطمه مدرسی تهرانی که اسم تشکیلاتیشون یا معروف بودن به سیمین فردین، از اعضای نوید و بعد حزب توده، که در این سال 67 کشته شد. این تنها زن چپگرایی هستش که در اون سال کشته شد. خب یه دم که گفتیم، حالا چه در مورد این زنان که الان داریم میگیم، این نبودش که کاری باهاشون نداشتن، چون که زن چپگرا هستن و سیاست کشتنشون نیست، کار باشون داشتن و کاری که باهاشون داشتن این بودش که چه اینها رو می آوردن در برابر این هیئت مرگ و چه به طور غیر رسمی می آمدن تو بند، سر نهار اینا بودن، سر شام بودن، غیر سوال میکردن، یا بعضی وقتا نمایندگان مثلا وزارت اطلاعات می آمدن یا قوه قضاییه می آمدن یا مسئولین زندان می آمدن و می آمدن سوال میکردن که نماز میخونی، مثلا فرض کنیم جمهوری اسلامی باور داری، سوال میکردن، هم سوالهایی که در اونجا میکردن از بچه ها که اساساً روی مسئله اسلام، نماز خواندن، اعتقاد به جمهوری اسلامی، اعتقاد به سازمان خود دور میزد، اعتقاد به مارکسیسم در مورد بچه های چپگرا، همین سوالها رو میکردن و بر اساس این سوالها اسما رو مینوشتن و آن کاری که کردن این بودش که درسته که زنان چپگرا رو نکشتن و درسته که شماری از مردان چپگرا تونستن به شگردها و شیوه های مختلفی جان خودشون رو نشون بدن، نجات بدن، که خوشبختانه امروز میان ما هستن، ولی نباید فراموش بکنیم که شکنجه‌ای که بر اینها اعمال شد در اون روزها غیر قابل بعض وقتا تصوره. شما حساب کنید که برای هر وعده، هر نوبت نماز، اینها شلاق میخوردن، اونقدر شلاق میخوردن که بگن که ما نماز میخونیم. بسیاری زیر این شلاق ها گردنشون شکست، دستشون شکست، پاشون شکست، کمرشون فلان شد. بسیاری از این بچه ها از احساس کردن، یعنی موارد مختلفی، بسیاری که گفتم عذر میخوام لغت نادقیقی بود، ولی میشناسیم شماری رو که خودکشی کردن بعد از اینی که یا نمیتونستن تحمل بکنن، میدیدن که فردا روز دیگری نیست، فردا ادامه همون دیروز است، فردا تکرار دیروز است و میدیدن که نمیتونن و چون که نمیتونستن خودشون از بین بردن. و یا اون کسانی که خودشون از بین نبردن توی شرایط خیلی سنگین و سختی تن دادن و پذیرفتن که میخونیم. از این نظر هم باز شماری رو داریم که خودشون از بین بردن، یعنی چون که حاضر شد در یک لحظه بگه که من میخونم و رفتم موضوع خون دست به چیزم. من ارزش داوری در این زمینه مطلقاً به خودم اجازه نمیدم بکنم، ولی این به عنوان داده تاریخی، فاکت تاریخی مهم هست بدونیم که آنچه که در این روزها گذشت بر اون کسانی که کشته نشدن چیز وحشتناکی بود. برخی شنوایی خودشون از دست دادن، برخی عقل خودشون از دست دادن به طور کامل و میشناسیم موارد مشخصی با اسم رسم، میشناسیم خیلی از موارد هم نمیشناسیم با همون توجه به خصوصیات فرهنگ ایرانی که چه باید گفت و چه نباید گفت و چه چیزهایی رو نباید علنی کرد و غیره و اینها. و نکته بعدی که باز از ویژگی های این
کشتار هستش، نکته هستش که یه مرتبه یه توقف ناگهانی در کار این هیئت مرگ به وجود میاد و هنوز خیلی هایی که در برابر این هیئت مرگ ظاهر نشده بودن یعنی همه زندانی‌ها ظاهر نشده بودن زمانی که اینا تصمیم میگیرن متوقف بکنن کشتار. تاریخ دقیق توقف کشتار رو به سختی میشه گفت. از اول مهر تا 5 مهر یکی از این روزها، برخی گفتن اول مهر، برخی گفتن 5 مهر. من خیلی نتونستم در پژوهش‌های خودم روشن کنم که این تاریخ دقیقاً کی بوده که متوقف کردن، ولی و چرا متوقف کردن. مثلا داستان اعتراضات منتظری بوده که 2-3 روز بعد از کشتارها متوجه قضیه میشه و شروع میکنه تعرض کردن به برخی از اعضای هیئت مرگ که رفته بودن. فکر میکردن که دیگه به اندازه کافی کشتن، کافی هستش. من خیلی معلوم نیست دلیل این که یک مرتبه این کشتار متوقف شد. میشه تحلیل کرد، میشه یه تحلیلی کرد اینا، ولی اینا مسائل، یعنی اگر بخوایم که به یه شیوه علمی با موضوع روبرو بشیم، اینها نکاتی هستش که باید در آینده روشن بشه و بعد از اینی که ما اسناد این قضیه رو پیدا کنیم که چه شد، چه اتفاقی افتاد و چه محاسباتی اینا کردن که تصمیم گرفتن که یه مرتبه هیئت مرگ کارشو تعطیل بکنه. و البته خیلی جالب هستش، هیئت مرگ حتی کارشو تعطیل نکرده بود، یه تعدادی رو خود زندانبان، رئیس زندان، تصمیم میگیره اینها رو بکشه. نام اینها رو هم ما داریم، کسانی که حتی در مقابل هیئت مرگ ظاهر نشدن، حتی هیئت مرگ رو ندیدن، ولی در این روزهای آخر کشتار اینها رو از بین بردن. عرضم به حضورتون یک نکته دیگه ای که درباره این قضیه باید بگم این هستش که جسدها رو هم به خانواده پس ندادن. اینو همه میدونیم این رو، و اینه که شبا با کانتینرها این اجساد رو میبردن. کجا میبردن؟ به کجاها میبردن؟ در کجاها اینها رو به خاک میدادند؟ من ترجیح میدم از واژه به خاک دادن استفاده کنم تا به خاک سپردن در ارتباط با این کسانی که در این کشتار جان خودشون از دست دادن. و خب میدونیم مثلا از چند گور دسته جمعی خبر داریم به همت فعالیت بیوقفه خانواده ها، به ویژه مادران کشته شدگان. اون جنبشی که کم شناخته شده و جنبش بسیار پر اهمیتی، جنبش مادران خاوران، و اونم در این کتاب به این جنبش و به فعالیت این زنان چه در داخل کشور که چه کار کردن برای اینی که این خبر رو به بیرون برسونن و این خبر در آغاز از طریق این مادران به بیرون فرستاده میشه. اینها هستن که خبر حتی در داخل پخش میکنن وقتی که بهشون اطلاع میدن که بچه هاشون رو کشتن و ساکاشون رو میدن و غیره. گرچه بهشون گفته بودن که حق ندارید در مورد این خبر حرف بزنید، ولی اینا هستن حتی قبل از اینی که ساکا رو بگیرن که مشکوک میشن، شروع میکنن درباره این خبرها
صحبت کردن، با خارج تماس گرفتن، ذهن بچه‌هایی که یعنی در حقیقت ایرانیان تبعیدی رو حساس کردن، تبعیدی مهاجر رو حساس کردن نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته و نقش مهمی رو ایفا کردن در پخش خبر. این هم یکی دیگه از ویژگی‌های هستش که به اون کشتار مربوط میشه که جسدها رو ندادن و ما نمیدونیم جسدها کجاست، چه بخشش در گورهای دست جمعیه، چه بخشش اصلا این گورهای دست جمعی کجاها هستن. چند تا از این گورها پیدا شده، ولی این گورهایی که پیدا شده جزء کوچکی باید باشه منطقاً، وقتی که آمار رو داریم به دست، جزء کوچکی باید باشه از یک منظومه بزرگتری. درباره این هم خیلی اطلاع نداریم که آیا همه تونستن وصیت‌نامه بنویسن یا نه و خیلی موارد اینی که وصیت‌نامه نوشته نشده خیلی زیاد هستش. در مورد این هم اطلاعی خیلی زیادی نداریم و این خود که داستان جسدها رو ندادن قابل فکر هستش، از اینی که خب به راحتی میشه حد زد که نباید اثری، یعنی اینم باید گذاشت شاید جزو همون سریت این داستان که اثری باقی نمونه و به قول این ضرب المثل قدیمی که توی زبان فارسی وجود داره، گورو گم شدن، که این گورو گم شدن یکی از نفرین ها بوده در میان مذهبی ها. این به این ترتیب کردن با زندانیان سال 67. این سریت که خدمتتون در آغاز عرض کردم در حقیقت ما رو با یک وضعیتی روبرو کرده که بخوایم بفهمیم که چه گذشت در اون ماها، که ما هنوز بخش بزرگی از آنچه که گذشت رو نمیدونیم، جزئیات رو نمیدونیم، کلیات قضیه رو میدونیم و اون همونطور که عرض کردم یه بخشش مادران، دیگری جان به در بردگان اون کشتار هستن که آمدن در خارج و اطلاعاتی که داشتن، آنچه که دیده بودن، آنچه که شنیده زیسته بودن رو و آنچه که از بغل دستی هاشون شنیده بودن رو تو زندان برای ما گفتن، برای ما نوشتن و خب امروز ما یک ادبیاتی داریم از اون رویداد. با این حال که من همونی که خدمتتون عرض کردم، پرسش‌های خیلی زیادی همچنان برای ما مطرح هستش. با توجه به وقت کمی که برای من باقی مونده سعی میکنم که به رؤوس این پرسش‌ها فقط در اینجا بپردازم. ما نمیدونیم که این همونطور که عرض کردم در آغاز، تاریخ صدور این فتوا کی بوده و چگونه این فتوا شکل گرفت، چه کسانی بودند که با آقای خمینی صحبت میکنن و تصمیم میگیرن که دست به یک چنین جنایت بزرگی بزنن و خمینی اون فتوا رو صادر بکنه. چه کسانی بودن در جریان این قضیه؟ جالبه که یک توی چیز من میخوندم، توی خاطرات هاشمی رفسنجانی در مورد سال 67ش سال به سال می نوشت. تو سال 67ش یه نکته رو مطرح میکنه که قابل فکره اگر که درست گفته باشه. میگه که به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم، در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کردند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین نظر تندتری داشتند. خب و ما میدونیم که در اون مقطع از اعضای مجمع تشخیص مصلحت آقای علی خامنه ای، خود آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، توسلی، موسوی
خوئینی ها، احمد خمینی، میرحسین موسوی نخست وزیر وقت، فقهای شورای نگهبان غیره. بنابراین خب یه عده‌ای بودن که درباره این ماجرا تصمیم گرفتن، یه عده‌ای بودن که در مورد این ماجرا خبردار میشن، خبر پیدا میکنن. بعدن آقای موسوی هم تو این بحثایی که الان در ظرف این چند هفته گذشته صورت گرفت و تبدیل شد به یک بحث حادی که حتما دوستان دنبال کردن توی تارنمه‌های مختلف ایرانی و بعدش اطلاعیه‌ای که عفو بین‌الملل داد و غیره. خب آقای موسوی هم پنهان نمی‌کنه که من از این ماجرا خبردار شدم، ولی جزو کسایی نبودم که از آغاز تو قضیه بوده باشم. خب این سکوت‌های جالبی هستش، نه تنها در مورد آقای موسوی بلکه درباره بسیاری از اصلاح طلبانی که تاکنون درباره این ماجرا بالاخره اطلاعاتی دارن، مستقیم غیر مستقیم. این کشتار بالاخره یه اقدامی بودش، همونطور که خدمتتون عرض کردم و همونطور که به طور کل دانسته هستش، در مقیاس سراسری کشور صورت گرفت. یه پروژه وسیع سازماندهی مهم میخواد. کلی آدم درگیر این ماجرا بودن، از نظر لوجستیک درگیر این ماجرا بودن، از نظر مثلا کارهای فنی این قضیه درگیر این ماجرا بودن. خب و اینا بالاخره دوست و آشنا و غیره دارن، به اطلاع رسوندن. ولی ما در مورد این مسائل لام تا کام نشنیدیم از حکومتی هایی که همین امروز در حکومت هستن و یا اصلاح طلبانی که امروز خودشون اپوزیسیون میدونن. این رو هم میدونیم که در اواخر مهر ماه ملاقات ها از سر گرفته میشه و از اون به بعد هستش که خب باز یک مقدار زیادی اطلاعات از بیرون به درون و از درون به بیرون میاد. من صحبت خودم رو در اینجا تموم میکنم، چون که قرار بودش که در ساعت 10 صحبتم رو تموم بکنم. تشکر میکنم از صبرتون. سپاسگزارم آقای مهاجر، خسته نباشین. خیلی متشکرم دوستان. سپاسگزارم از شما. فرصت هست برای چند سوال. آقای مهاجر، من یک سوال خودم میکنم تا دوستان سوالاشون برسه. یکی دو تا سوال هست. اگر ممکنه توضیح بدین در مورد روش جمع‌آوری این در واقع جستارهایی که در کتاب شما جمع کردین، روش به چه ترتیب بوده و در واقع کار جمع و جور کردن این کتاب به چه ترتیب پیش رفته و چرا به زبان انگلیسی؟ یه جورایی دوتا به سوال خیلی ممنونم که کردید این دوتا رو با هم دیگه یه جورایی به هم دیگه مربوط میشه. خب من نزدیک به 30 سال هستش رو زندان کار میکنم و اولین کتابی که در آوردم کتاب زندان شماره 1 30 سال پیشه و بعد خب از اون زمان به بعد من کار پژوهش درباره زندان‌های جمهوری اسلامی و همچنین بعداً زندان‌های رژیم پیشین و به طور کلی زندان در دوره مدرن ایران از پایانه قاجار میگیریم. این کار رو سال کردم و خب تقریباً با کمتر چیزی بوده که در اومده باشه در این سالها من نخونده باشم یا دوستانی که زندان بودن و با بسیاریشون من رابطه داشتم، دوستی دارم غیره. بنابراین اهلیت داشتم به قول قدیمیان با موضوع، میتونستم موضوع رو بفهمم.
بدونم که مسائل زندان اون دهه، مثلا اگر امروز کسی بیاد با من صحبت بکنه بگه که درباره زندان مثلا امروز بنویس، من چنین کاری نخواهم کرد، چون که درباره زندان این مثلا 7-8 سال گذشته خیلی کار منظم، خیلی کار نظاممند، خیلی کار عمیقی نکردم، ولی اون دوره رو کردم. بنابراین این شناخت رو داشتم و زندانی‌ها رو هم میشناختم. یکی از کوشش هایی که شد در این کتاب این بودش که تا جایی که میتونیم روایت هایی رو بیاریم تو کتاب که تا حالا گفته نشده و در این حال خب این روایت هایی که میاد اگر که یعنی کس باید خب این داده ها باید چک بشه، کراس چک بشه و درباره اینی که خب بالاخره این کتاب نزدیک به 10 سال کارش طول کشید و خب وقتی میگیم نزدیک به 10 سال کارش طول کشید یعنی بالاخره از سن آدم هایی که این تجربه رو از سر گذراندن 20 سال گذشته بود و همیشه هم خطای حافظه هستش و دشواری های خطای حافظه هستش. بالاخره بعد این مسئله رو یه جوری باید بهش توجه میشد که کتاب دقیق باشه، خطا نداشته باشه، داده هاش دقیق و درست باشه، از گزافگویی پرهیز بشه، چون که به نفع ما نیست گزافگویی، به نفع ما نیست بزرگ کردن به واقعیت. خود این واقعیت اینقدر دردناک و اینقدر بزرگ هستش که اگر درست بیان بشه از هر چیزی تأثیرش بیشتر هستش. بنابراین با توجه به این عوامل و اینی که میشناختم بسیاری رو که خاطراتشون یادمانده هاشون رو ننوشته بودن، البته هستن کسانی که تو این کتاب هستن که نامهای چهره‌های آشنایی هستن، کسانی هستن که قبلا صحبت کردن در این باره و ما میشناسیمشون. مثلا که از مهمترین این کتاب هایی که مثلا فرض کنیم در اومد کتاب 4 جلد ایرج مصداقی هستش که تو این کتابم دعوت من پاسخ مثبت داد و نوشت درباره تجربه مجاهدین خلق، یا مثلا آقای اصلانی که اون هم چندین هم خاطرات خودش رو نوشته، هم به این موضوع مرتب پرداخته. مهدی اصلانی، خب این هستن کسانی که مثلا فرض کنیم که تو این زمینه یا یک گوشه ای از خاطرات خودشون، مثلا فرض کنیم که جعفر بهکیش مثلا که مرتب در این زمینه کار کرده، ولی اکثر کسانی که توی این کتاب نشستن و یادمانده های خودشون از اون روزها نوشتن کسانی هستن که پیشتر صحبت نکردن در این باره یا در این زمینه مشخص صحبت نکردن، در مورد سال 67 صحبت نکردن. خب این کتاب سراسر به سال 67 مربوط میشه، ولی نگاه داره به خیلی از مقالات، نگاه داره به پیش از 67 هم. یعنی اصلا شاید به یک معنا نشه 67 رو بدون سال 60 شناخت و واقعا به یک معنا من اینو در جایی هم نوشتم که سال 67 پرده دوم سال 60. یکی دیگه از کسانی که حتما باید نامش رو ببرم خانم شکوفه سخیه که او هم در زمینه زندان کارهای بسیار مهمی کرده و در این کتاب هم و شهادت‌های مهمی داده و در این کتاب هم یه نوشته داره که شهادت خودش رو میده از اون روزها و اینکه در اون روزها چه دیده بود و غیره. بنابراین این یه جنبه از قضیه که خب یک صداهایی که تا حالا
شنیده نشده بود شنیده بشه، ولی در این حال یه صداهایی هم باید می اومد برای کامل کردن این تصویر این آنچه که رخ داد برای خواننده غیر ایرانی. اینجا به قسمت دوم سوال میرسم. در حقیقت خب ما امروز کلی کتاب داریم. یه همونطور که خدمتتون عرض کردم در صحبت، یه ادبیات زندان ما داریم امروز. درسته در مورد 67 اونقدر که مثلا در مورد کل سالهای پیش هستش وجود نداره. هیچ کتاب ویژه‌ای مثلا فرض کنید در مورد 67 یک دونه وجود داره. ولی خب من فکر می‌کردم این جنایت بزرگی هستش که خب اگر کم نداشته باشه از جنایت‌های بزرگ دیگه رو با آخر قرن 20 یا نیمه دوم قرن 20 حتی این چیزای زیادتر داره. مثلا یه چنین اتفاقی و من در این حال فکر می‌کردم که وقت اون رسیده. شایدم این جمله‌ای که میگم درست نباشه که شاید از وقتش گذشته باشه، نه تنها وقتش رسیده، شاید از وقتش گذشته باشه. ما بعد مدت‌ها پیش شاید این کارو می‌کردیم که در حقیقت یه کتابی داشته باشیم جامع همه جانبه درباره سال 67 بتونه همه در حقیقت خطوط کلی آنچه که ما تا به امروز میدونیم در مورد سال 67 رو در اختیار خواننده غیر فارسی زبان قرار بده. همه ماها به دوستان غیر ایرانی خودمون که میرسیم وقتی در مورد سال 67 صحبت میکنیم میبینیم که کم داریم. ماکسیموم میتونیم مثلا فرض کنیم به یه جزوه دو جزوه یا یه کتابی که نوشته شده یه تیکش مثلا در مورد 67 استناد بدیم یا به اطلاعیه های عفو بین الملل. من تصور میکردم که اصلا اگر که برای خواننده بین المللی کتابی وجود نداشته باشه در مورد این جنایت بزرگ، نسل ما کار خودش رو درست انجام نمیگم که نسل ما همه کارهای خودش رو کرده، نه خیلی کارهای نکرده و غیره، ولی به هر حال این هم جزو کارهای نکرده‌ای بودش که میبایست صورت میگرفت. و من تصور میکنم که حتی در ارتباط با دادخواهی، اگر که این دادخواهی بخواد به طور جدی بره جلو، ما به یک سندی نیازمند بودیم در مورد این کشتار. و من تصور میکنم و امیدوار هستم که این کتاب بتونه کمک بکنه به این امر دادخواهی. بتونه کتابی باشه که خب من از کسانی که از خارجی هایی که کتاب رو خوندن، حالا یعنی خارجی هایی که ما خودمون خارجی هستیم، از انگلیسی زبانانی که کتاب رو خوندن، چیزهایی که در مورد کتاب شنیدم خب خیلی مثبت بوده که چشمون رو باز کرد. یا برخی از دوستانی که ته کتاب نوشتن که کتابی نیستش که آدم بتونه راحت بخونه، نفس آدم رو میگیره. البته کتابی هم نیستش که آدم بتونه راحت بنویسه به هیچ وجه، ولی اگر این بتونه به امر دادخواهی هم کمک بکنه، ما یه قدم برداشتیم به سوی جلو. نمیدونم، امیدوارم جواب سوال شما رو داده باشه. بله، سپاسگزارم، خیلی مفصل. یک شرکت کننده‌ای با نام نایانا یک کامنت اینجا دارن، فکر می‌کنم سوال نیست. میگن آقای مهاجر، ما نمونه فتوای جمعی قبلا هم در تاریخی نچندان دور داشتیم، فتوای قتل عام بهائی‌ها و تصرف اموال آنها توسط آیت الله آقا نجفی در اصفهان داده شد و ایشان به ثروت هم از این طریق رسیدند. در این قتل عام حتی به نوزاد بهائی‌ها هم رحم نکردند. شما اگر کامنتی ندارین من برم روی سوال بعدی. قتل عام در کجا؟ در اصفهان، قتل عام بهائی‌ها در اصفهان. در اصفهان فکر نمی‌کنم، فکر کنم به داستان
سعیدیه شیراز تصور میکنم که دارن اشاره میکنن، تصور نمیکنم که برای اون فتوا داده شد. بله، اشاره ایشون به فتوا توسط آیت الله آقا نجفی در اصفهان هست. خیلی ممنون میشم اگر ایشون اطلاعات خودشون رو دقیق‌تر برای من بنویسن، من استفاده خواهم کرد. خیلی ممنون میشم. حتما. سوال بعدی اینجا شرکت کننده پرسیدن که چگونه گفته های زندانیان سابق را چک میکنید؟ راستی دروغی، دقیق بودن یا نبودن داده ها را چگونه تعیین میکنید؟ یه وقتی که یه موضوعی مثلا فرض کنیم چندین بار تکرار میشه، آدمایی که اصلا همدیگر رو نمیشناسن، درست؟ وقتی که شما باشون صحبت میکنید مثلا میگید فلان رویداد چجوری بود، چی شد که مثلا فرض کنیم که داستانهای قبل از مثلا دارم میگم مثلا وقتی که قبرها رو ساختن و یکی از وحشتناکترین شکنجه های هستش که در گوهردشت حاجی داوود رحمانی آورد دیگه. خب وقتی شما میاد میگید که این زمینه قبلی چی بود، با 10 نفر صحبت میکنید همه همون حرف رو میزنن و شما متوجه میشید که این دقیقه دیگه. میدونید از طریق وقتی یه نکته ای رو آدم های مختلف بیان میکنن و چیزش میزان دقت خیلی میره بالا، تا اینی که من مواردی که این به این معنا نیست، چون که موردی هستش که ممکنه که یه زندانی سیاسی، چون که به هر حال یکی از مسائلی که خیلی 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 مهم هستش اینه که در ارتباط با زندان همیشه یک سری سوال همیشه میتونه وجود داشته باشه. شما میتونید به من بگید که این حرفا رو زدید به بازجو، یا بازجو این حرفا رو زده به شما، من هیچ راه چک کردن ندارم. ما تا زمانی که برگه های بازجویی رو تمام و کمال نداشته باشیم نمیتونیم بفهمیم آنچه که میان شما و بازجو رخ داده. این گرفتاری من نیست، این گرفتاریه، چون که من کار چیز کردم. خب آدمایی که مثلا فرض کنیم تو این زمینه کار کردن، خارجیایی که تو این زمینه کار کردن، اونها هم با این گرفتاری روبرو بودن. این تنها اگرم که نخواهیم مثل جمهوری اسلامی این کتابای خاطراتی که در میاره بازجویی ها، هر قسمت از بازجویی رو دلش میخواد در میاره، هر قسمت از بازجویی رو دلش میخواد حذف میکنه، درسته؟ ولی تا زمانی که به بازجویی ها دسترسی پیدا نشه به طور کامل، درست، هیچ وقت ما نمیتونیم درباره آنچه که میان بازجو و زندانی رفته صحبت کنیم. اما آنچه که حتی مثلا فرض کنیم که در پروسه شکنجه، خب در حتی شکنجه رو هم میشه چک کرد. وقتی که چند نفر آدم بیان بگن به چه ترتیب شکنجه شدن، شما میتونید میزان یقین میره بالای بالا، درسته؟ این همین میشه بحث ادامه داد، سرتون رو درد میاره. سپاسگزارم. شرکت کننده دیگری باز گویا یک کامنت دارن، میگن تاریخ دیدار منتظری با هیئت مرگ برای ما مشخص نیست. در این دیدار منتظری اعتراض میکنند. پور محمدی در گفتارش میگوید که 200 نفر مانده، اجازه بدهید ما ادامه بدهیم. منتظری میگوید اجازه نمیدهم. اگر تاریخ این دیدار روشن باشد میتوان تا حدودی به زمان این دیدار پی برد. یکی از دیدار رو با اون هیئت رو احمد منتظری این رو داده که چه زمانی صورت گرفت و من تصور میکنم حتی که اگر اشتباه نکنم حتی توی یادداشتایی که برای امشب دارمش و میتونم خدمتتون عرض کنم. بسیار خب، پس من اگر اجازه بدین سوال بعدی رو مطرح کنم تا شما اون نکترم. شرکت کننده دیگری خانم سرور میگویند که فکر نمی کنید که نسل ما در رابطه با جنایات رژیم شاه هم کم کار کرده، خصوصا بین سالهای 49 تا 56؟ بی تردید خیلی خیلی هم کم کار.
ما خیلی اندک داریم، ما الان میزان کتاب‌هایی که داریم درباره زندان‌های دوره جمهوری اسلامی از میزان کتاب‌هایی که داریم درباره زندان‌های شاه بیشتره. خیلی. بله. سوال کننده دیگری به خانم میترا میگن که سازمان عفو بین الملل گزارش 200 صفحه مفصلی درباره این کشتار تهیه کرده. بله. خوب است به آن هم اشاره بشود. بله. امسال این اتفاق افتاد. بله. شرکت کننده دیگری میپرسند که آقای مهاجر اخیراً متوجه شده که برخی‌ها سعی میکنند فتوای خمینی را جعلی قلمداد کرده و میگویند کاتبی که خط خمینی را تقلید کرده این فتوا را نوشته. شما در این مورد نظرتون چیه؟ نه خب خط خمینی هستش. اولین کسی که این بحث رو ترک کرد تا جایی که من یادم میاد آقای حسینیان بودش که همین اواخر فوت کرد و اون اومد گفتش که نه امام چیز نکردن و دیگران بودن و غیره این حرفا، اینا که نقش امامو کمرنگ بکنن. ولی خیلی خیلی زود این داستان رفت کنار. تردیدی نیست که اصلا تو اون مملکت نمیشد چنین اتفاقی بیفته، چون اصلا جالبه دیگه این مثلا سیر رخدادها جالب هستش. ولی خمینی اگر که برای یک چنین رویدادی، نه تنها ما بالاخره این دستخط فتوای خمینی رو داریم، حتی یه نامه دیگه داریم که هر دوی این نامه ها رو توی کتاب آقای منتظری اومده. هر دوی نامه ها دستخط احمد خمینی اومده، دستخط خود خمینی اومده، اون پشت هم اون چیزی که در جزئیات چیز کردن اومده. بنابراین ما تمام این نامه ها رو در این کتاب ترجمه کردیم. این هر سه نامه مهم منتظری رو و این حتی که اونجا میگه اتفاقا دیدارش با نیری اینها رو میگه و هم فتوای خمینی رو در این کتاب ترجمه دقیقش آمده. بله، سپاسگزارم. سوال کننده بعدی میپرسند خانم نیلوفر چه زمانی جامعه بین المللی از این جنایت بر علیه بشریت آگاهی پیدا کردن؟ جامعه بین المللی دو مرتبه یکی از کارهای خیلی دشواری که انجام شد توی این کتاب آمده این بودش که اولین خبرهایی که به جامعه، یعنی مثلا روزنامه‌های جهان در این باره منتشر کردن، اولین خبرها کی بود؟ خب و یکی از کارهایی که ما کردیم توی این چیز، توی این کتاب، این بودش که رفتیم مهمترین روزنامه‌ها رو گرفتیم. مثلا فرض کنیم نیویورک تایمز، واشنگتن پست، کریستین ساینس مانیتور، مثلا فرض کنیم لوموند، هومانیته، مثلا فرض کنیم که گاردین، تایمز، فاینانشال تایمز، چه میدونم اونیتا، مثلا فرض کنیم تو ایتالیا. روزنامه‌های مختلف رو گرفتیم و دیدیم، نگاه کردیم روز به روز و خیلی جالبه، چون که خب اینا اصلا اولین خبرها این هستش که مثلا فرض کنیم 2 نفر به نظر میرسه 2 نفر کشتن، یا مثلا فرض کنیم الان مثلا چیز ندادن، ملاقات ها قطع شده، بعد مثلا فرض کنیم که چند روز بعد مثلا گفتن که نه 5 نفر کشتن، بعد مثلا همین جوری این یعنی با آمدن اطلاعات دیگه همینجوری روزنامه‌ها بیشتر نوشتن. ما تمام این روزنامه‌ها رو هم جمع‌آوری کردیم. کسی که علاقه‌مند باشه میتونه به این کتاب رجوع بکنه، در یک سایت میتونه تمام این دونه به دونه این روزنامه‌ها رو از لحظه‌ای که این اتفاق افتاد تا آخر، یعنی تا دسامبر
1998 1988 درسته که میشه دی ماه، آخر دی ماه یا بهمن ماه ایران، چون تو بهمن ماه این زندانی‌ها رو آزاد میکنن دیگه، زندانیان مرد رو، البته مرد رو آزاد میکنن. و ما یک مقاله مفصلی در این زمینه داریم و بعدش خود عفو بین‌الملل، چون که عفو بین‌الملل هم اگر اشتباه نکنم 18 ماه اوت واکنش نشون داد نسبت به این قضیه و گفتش که داره اتفاقاتی میفته. اسم چند نفر از زندانیانی که چند روز پیش کشته شده بودن رو آورد، بعد اطلاع داد که چند نفر زیر حکم هستن. یه اطلاعیه‌ای در این زمینه داد که اطلاعیه مهمی هستش، اگر اشتباه نکنم در 18 ماه اوت. اون رو هم من در این چیزی که اینجا دارم در یاد داشتم دارم. ولی در ماه دسامبر دیگه هم مطبوعات جهانی و نهادهای بین المللی، یعنی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد هم دیگه آگاه بود از اینکه چنین جنایتی در ایران اتفاق افتاده. در ماه دسامبر دیگه این به عنوان یک واقعیت مسجل در اروپا و در آمریکای شمالی مطرح هستش. سپاسگزارم. پرسشگری میپرسند آقای پوریا یا خانم پوریا، میگن که آیا کاگبه میدونست یا نمیدونست که اعضای حزب توده کشته میشن؟ شما در این مورد اطلاعی دارین و چرا واکنشی نشون ندادن اگر میدونستن؟ حالا این یعنی باید تا جایی که به من برمیگرده، تا جایی که به من برمیگرده و کاگبه، من فقط میتونم حدس بزنم. هر کدوم از ما میتونیم حدس بزنیم که امکان نداره که کاگبه چنین فکری رو نکرده باشه. خب یکی از چیزها هستش که وقتی که مثلا دکتر دانش رو کشتن یا وقتی که دکتر بهزادی رو کشتن، خبرش رو اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه، این خبر رو نوشت که رفقای ما، منظور رفقای ما حزب توده ایران، امروز در خطر نابودی جمعی قرار دارن، در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، زیر شکنجه هستن و این خبر رو داد، پیش رو گرفت. نه تنها این، بازی که از اسناد بی نهایت تکان دهنده این کتاب 2 نامه هستش که خانم بریژیت بهزادی، همسر دکتر بهزادی که سردبیر روزنامه مردم بود در اون مقطع در تهران، او رو گرفته بودن و خب بسیار هم زده بودن. او نامه می نویسه به ارگان حزب کمونیست آلمان شرقی و میگه که شما همسر منو میشناسید، سالهای سال در این مملکت زندگی کرده، در آلمان شرقی زندگی کرده، شما میدونید که او یک کمونیست وفادار به آرمانهای مشترک ماست. من حرفای او رو دارم تکرار میکنم و شما سکوت کردید درباره این جنایت. شما سکوت کردید درباره اینی که کسانی رو که میشناسید از نزدیک و سوابقشون رو میشناسید، شما سکوت کردید و این سکوت برای من غیر قابل فهم و غیر قابل پذیرشه. همین زن چند ماه بعد نامه دیگری می‌نویسه. این نامه منتشر میشه در یک روزنامه. ما هر دو نامه رو آوردیم، منابع رو آوردیم. در همین زن می‌نویسه که من متوجه شدم علت سکوت رو. منافع اقتصادی شما ایجاب میکنه که در این باره ساکت بشید. منافع رابطتون با جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که در این باره حرف نزنید و سکوت بکنید. هر دو نامه‌های بسیار بسیار تکان دهنده‌ایه و در این حال بیان کننده اینه که این خانواده ها اصلا نمیشستن در تمام دوره و چه نقش مهمی ایفا کردن در حساس کردن افکار عمومی. بله، من با شما کاملا موافقم. اون 2 نامه به خصوص باید به یاد بیاریم که
در چه زمانی نوشته شد؟ هنوز سیستم آلمان شرقی برپا بود و اون نامه ها بسیار نامه های قوی و محکمی هستند. سوال کننده ای آقای محسن میگن آیا رد پای این رفتاری که جمهوری اسلامی در سال 67 نشان داد در بعد از خمینی هم میتونیم ببینیم یا نه؟ نظر شما رو خواستن. بی تردید در دوره بعد از خمینی هم بوده. فقط داستان آقای خمینی یک ساختمانی رو معماری کرد. درسته که این چیزی که معماری کرد و اون مدینه فاضله‌ای که مد نظرش داشت هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. نه تنها در زندانش اون کارخونه تبابسازی به باد رفت، بلکه تمام اون چیزایی هم که فکر میکرد نشد. ما امروز با یک نظامی که به هر حال وقتی شما از حکومت دینی صحبت میکنید، این یکی از اشکال حکومت دینی دیگه، یا بالاخره یه هیریاکراسی بر اساس در حقیقت قدرت روحانیت، یا یک تئوکراسی که در حقیقت شخص اول که خودشون هم میگن روح الله، روح خدا هستش در زمین و این جزء شکنجه هایی که زندانیان سیاسی رو میکردن همین بود که تو اگر که به خدا رسیدی باید به خمینی هم برسی، چون که روح خداست در روی زمین. خب یه حکومت دین سالار، یک تئوکراسی اسمشو بذاریم، اسم فرنگیشو بگیم، این ساخته شد و خب ما میدونیم تمام این تئوکراسی هم پرچم مهمشون، بزرگترین پرچم هر تئوکراسی دین و اخلاق. ما امروز با یکی از بی اخلاق ترین وضعیت ها رو ببستیم، با یک نظامی فاسد روبرو هستیم که تمام وجودش رو فساد گرفته. نه تنها نتونستن اون مدینه فاضله‌ای که میخوان درست بکنن، بلکه به انحطاط کامل در حقیقت با شاهدش هستیم. در اونجا در زندان هم همین کارها رو کردن با بسیاری از زندانیان سیاسی. بعد از من میتونم همینجوری نام بیارم، با زندانیانی که مرتب ما کارزار بوده برای آزادیشون، برای اینکه دردشون در مطرح بشه و همین آوردن پای تلویزیون و اینا. من 10 نام میتونم بیارم که ترجیح میدم فقط به خود مسئله به طور کلی پرداخت. بله، سپاسگزارم. کامنت دیگری هست که میگن پدیده هولوکاست تا زمان سرنگونی کامل نظام رایش سوم و آزادسازی آشویتس و سپس باقی اردوگاه مخفی ماند. این امر در مورد کشتار در ایران هم به همین روش پیش رفته. آنچه که شما و دیگر دوستان در این زمینه انجام دادید به حافظه تاریخی ما کمک میکنه و از سوی دیگر گسست میان نسل‌ها به دلیل طولانی شدن عمر نظام اسلامی موجب فاصله افتادن و عدم اطلاع دقیق نسل نو از روند رویدادهای سالهای ابتدایی انقلاب است. در واقع آنچه که ایشون میخوان تاکید کنن نه فقط کار تاریخ نگاری شما و دیگر دوستانتون، بلکه در واقع متصل کردن نسل نو به این حافظه تاریخی است و به نظر ایشون خیلی مهم هست. در واقع معتقدم که قسمت اول در مورد هولوکاست رو متوجه نشدم، اگر شما صداتون رو من نشنیدم. بله، مثال زدن، گفتن که هولوکاست هم تا قبل از فروپاشی رایش سوم کسی چیز زیادی در موردش نمیدونست و مخفی مانده بود و به هر حال تاکیدشون روی این هست که شما در واقع با انتشار این کتاب به نوعی دارید روابط بین نسلی رم به نوعی برقرار میکنید و میسازید. این کاملا نکته مهمیه که من خیلی متشکر هستم از خانم ناهید فرمودین. عرض کنم که آقای سیامند گفتن این رو. آقای سیامند، خیلی متشکر هستم از این نکته که ایشون فرمودن. نکته بسیار بسیار دقیقی. واقعا یکی از مسائلی که در ذهن من عمل میکرد این بود و من بارها یا خودم در برابر این پرسش قرار گرفته بودم یا دوستانم در مقابل این پرسش قرار گرفته بودم.
من یقین دارم بسیاری از کسانی که در این نشست شرکت دارن در برابر این پرسش قرار گرفتن که فلان خاله، فلان دایی این چجوری کشته شد، چی شد که مرد. و خب ما همیشه در برابر این مسئله قرار داشتیم و من فکر میکردم که خب یکی از وظایف که ما داریم نسبت به نسل بعد از خودمونه. من در مورد خودم صحبت میکنم، میگه که در مرحله انقراض هستم. فکر میکردم خب من که مثلا در این زمینه کار کردم، شناخت دارم، غیره دارم، یکی از وظایفی که دارم این هستش که این رو منتقل کنم به این بچه ها. حتی برای جنبش دادخواهی من بعضی وقتا با خانواده های زندانیان سیاسی که صحبت میکردم میگفتم خب بعد از ما کی؟ این بچه هم که اصلا هیچی نمیدونن، همشون زبونهای خارجی صحبت میکنن غیره و اینا. خب من فکر میکنم که حتی همینطور که دیگه تکرار نمیکنم، همونی که ایشون گفتن، بقیهش همه روشن، هرچی بخوام بگم. وقت رفت کردن شماست. سپاسگزارم. میخوام فقط اون اطلاعیه امنستی اینترنشنال که گفتم که اشاره میکنه به داستانهای نگرانی هایی که تو ایران وجود داره، تاریخ 16 اوت 1988 داره. حتی در پایان این اطلاعیه‌ای که داده یه جمله ای رو میاره، میگه که و نکته مهمیه، یعنی ببینید که اون موقع در حقیقت اپوزیسیون به چه ترتیب حرکت میکرده و کوشش میکرده تماس بگیره، که بگه که میگه که چند نفر فلان فلان، بعد میگه and that death sentences have been confirmed on 55 more political prisoners who are now awaiting execution. این اطلاعیه مال امنستی هستش، 16 اوت 1988. بله، سپاسگزارم. آقای مهاجر، اگر امکان داره در مورد مشکلات در واقع جمع آوری این کتاب و چاپش، ترجمهش، انتشارش، اینا رو اگر ممکنه به طور خلاصه برای ما یک توضیحی بدین، برای اینکه این واقعا یکی از شاید کارهایی است که برای اولین بار انجام شده در ارتباط با این قضیه، به خصوص کشتار در زندان‌ها، به زبان انگلیسی. به زبان فارسی خب یکی دو مورد قبلا منتشر شده و ما دیدیم، ولی این به زبان فارسی برای اولین بار هست و به خصوص با این فرمت خاصی که شما انجام دادین. در مورد مشکلاتش اگر ممکنه بفرمایید. ببینید این کتاب، اول من بگم که یک کمبود مهم داره و اون کمبود مهمش این هستش که خب ما یه فصلی داریم در این کتاب که فرزندان جانباختگان صحبت کردن. برای فرزندان جانباختگان دشوار بود صحبت کردن، به طور کلی دشواره صحبت کردن و یکی از جاهایی که ما باید خیلی بالاخره میکوشیدیم برای اینکه این اتفاق بیفته این فصله. این فصل به رغم اینه که چند نفر صحبت کردن و من امیدوار هستم که این کتاب بتونه کمک بکنه که دیگر فرزندان این جانباختگان بتونن صحبت بکنن، چون به هر حال این نوع کارهایی هستش که برای این هستش که خب یک جنبه‌ای داره که پلیدی و پلشتی جنایت نشان داده بشه. یه جنبه دیگه‌ای داره که در بعد ایجابی خودش ما بتونیم به سمت یک جامعه انسانی بریم، ما بتونیم که به سمت مناسبات انسانی بریم. معنی نداره زندانی سیاسی، معنی نداره جرم سیاسی، شرم‌آور، شکنجه، کشتار در این روزگاری که ما هستیم و غیره. بنابراین خب
اینا نکاتی بودش که برای ما اهمیت داشت که به شکل‌های گوناگون در این کتاب بیاد. مثلا یکی از چیزایی که خیلی جالب هستش که الان میتونه آدم ببینه اینه که حس انتقام گیری در میان زندانیان سیاسی پیشین که همون بلایی که سر من آمده من میخوام سر شکنجهگر خودم بیارم، این خیلی 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 ضعیفه. حتی من میتونم اگر نگم وجود نداره، خیلی 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 ضعیفه. درست؟ خب ولی به هر حال یک جوری باید این نوع نکات هم در می آمد. ببخشید من از یه شاخه پریدم به یه شاخه دیگه. اون چیزی که می‌خواستم بگم، یکی از کمبودهای کتابه صحبت کردن فرزندان داشتم میگفتم. یکی از کمبودهای این کتاب این هستش که ما سخنی از فرزندان که در ایران دارن زندگی میکنن نداریم. ما سخن فرزندانی کسانی رو داریم که در اینجا بزرگ شدن، درست؟ و پذیرفتن که این کار رو بکنن، پذیرفتن حسای خودشون رو بگن، پذیرفتن تجربه خودشون رو بگن که چه بر سرشان آمد، چه کشیدن و چگونه این با این تراژدی به شکل فردی روبرو شدن. خب ولی در مورد بچه‌های ایران چیزی تو این کتاب وجود نداره. ما آمدانه دنبال این نرفتیم، درست؟ یک نفر از این فرزندان فرستاد مطلبش رو و من رو در اختیار دارم. من خودم سرباز زدم از چاپ اون یک مطلب، چون که هیچ مطمئن نبودم پیامدهایش برای اون انسان چه خواهد بود. برای یه جاهایی هستش که شما خودتون سانسور میکنید به خاطر اینی که میدونید با یه حکومتی روبرو هستید که این حکومت به چیزی پایبند نیست، میدونید. و خب شما همیشه یکی از وظایفی که در مقابل خودتون ناچارید قرار بدید حفظ جان انسان‌هایی هستش که باش چیز میکنید. کتاب در اون بخشی که کتاب با روایت زنان زندانی شروع میشه و مردان زندانی، خب اگر که کتاب یکی از محدودیت‌های بزرگش این بودش که واقعا من باید با ناشر چانه میزدم، واقعا به معنی دقیق کلمه، که یک کتاب 450 صفحه‌ای چاپ بکنه و ناشر خیلی سخت بودش که اصلا کتاب 450 صفحه‌ای در این زمینه. خب میتونستیم ما مثلا فرض کنیم روایت‌های بیشتری داشته باشیم در مورد زندان مردان، درسته؟ یکی از چیزهای خیلی سخت بودش که چند تا از این روایت‌ها رو ما ناچار شدیم بذاریم کنار، درست؟ و این خودش یکی از مسائل مشکل بود. دلمون میخواستش که با مادران بیشتری صحبت بشه. اینجا فقط یک گفتگو هستش با مادر لطفی و اون این بخش هم بالاخره یک از چیزایی بودش که خیلی کوشش کردیم. منتها خب تلفنی ماجرا اصلا نمیتونست درست صورت بگیره، حتی این کوشش رو کردیم ولی دیدیم نمیتونه تلفنی کار درست انجام بشه و این حرفا اینا. مستلزم سفر بود، مستلزم این بودش که بیان چیز بکنن غیره. و بعد خب با سنین بالا روبرو بودیم، بعضی وقتا اصلا بیشتر از 2 پاراگراف در نمی آمد. این هم یکی از گرفتاری هایی بودش که کتاب باهاش روبرو بود. خب بخش بعدی داستان ترجمه هاست. یعنی واقعا داستان ترجمه حتی من میتونم یه جوری بگم سخت‌تر از چیز بود، جمع‌آوری مطالب بود، چون که بالاخره برخی از متون مثلا فرض کنیم یک تصمیمی که ما گرفتیم در آغاز این کتاب اومده، واسه شما حساب کنید اینا تو نماز جمعه چجوری حرف میزنن، نه فعل جمله داره، نه فاعل داره، نه گزاره داره، هیچ. خب بعد چیکار؟ بعد این زبان مثلا پیراسته میشد، درست میشد این حرفا. من فکر کردیم که همین زبان باید حفظ بشه. بعضی وقتا من با کاپی ادیتور کتاب وقتی صحبت میکردم گفت آقا این اصلا مفهوم نیست. میگفتم جان من در فارسی هم مفهوم نیست، فقط در این نیست که در انگلیسی مفهوم نیست، در فارسی هم اون داره طوری صحبت میکنه که 800 نوع بشه اون رو تفسیر کرد، درسته؟ بنابراین این گرفتاری ترجمه به خصوص اینه که یک دست کردن واژگان، یک دست کردن لغات و دقیق بودن
ترجمه. ما توی این کتاب با مترجم حرفه‌ای نداریم. مترجم حرفه‌ای کسانی رو داریم که انگلیسی خیلی خوبی بلد هستن، فارسی خوبی بلد هستن. و شما میدونید برای اینکه کار ترجمه خوبی صورت بگیره تسلط به 2 زبان مهم هستش، نه تسلط به 1 زبان. بنابراین گرفتاری خیلی بزرگی که در این زمینه وجود داشت داستان ترجمه بود. یه بخش احزاب سیاسی هم خب خیلی مهم بودش که چون که فکر میکردیم حتما باید خواننده‌ای که میشنوه مثلا فرض کنیم مثلا چه میدونم حاج رحمانی میاد میگه رزمندگانی پیکاری فلان اینها، خب این بدونه که رزمندگانی پیکاری کیه مثلا فرض کنیم که غیره. و بنابراین تو این زمینم کار آسونی نیست که خیلی هم سنتش من فکر میکنم به سختی شما بتونید نوشته هایی رو پیدا کنید در مورد احزاب سیاسی ما به زبان انگلیسی که انسایکلوپدیک نوشته شده باشه، خارج از موضع گیری، اینی که چه بد بوده چه خوب بوده غیره و این حرفا اینا، بتونه اطلاعات دقیقی در مورد اون سازمان، شکل گیری اون سازمان، رهبران اون سازمان، خط مشی سیاسی اون سازمان بده. این بسیار از ما وقت برد برای اینی که جزئیات اولیه‌شون چه بوده، پلتفرم سیاسی داشتن نداشتن، برنامه داشتن نداشتن. بالاخره شما وقتی مثلا با یه حزب مثلا چه می‌دونم توی شهر خودتون با فلان گروهی که حتی تازه درست شده روبرو میشید ببینید که آنها یه دونه پلتفرم داره. مال ما اینجوری نبوده که مثلا فرض کنیم با پلتفرم‌های فلان. برای من خیلی کار مشکل میکرد. تماس باید گرفته میشد با بسیاری از اعضای پیشین این سازمان ها که حالا بهشم مثلا اعتقادی ممکنه خوب نداشته باشن غیره. این هم جزو مشکلاتی بودش که داشتیم. خب یه مشکل دیگه هم خب میدونید خودتون توجه کردید کتابو با دقت خوندید، در بخش گلاسری کتاب هستش که باید خیلی مفاهیم به خیلی رویدادها اتفاقات مثلا چه میدونم برای خواننده توضیح داده میشد. مثلا فرض کنیم هم رویدادهای تاریخی هم جنبش‌های تاریخی، تقریبا هیچ جریان تاریخی قرن اخیر نیست که توی گلاسری بهش برخورد نشده باشه و بررسی نشده باشه. اینم کار آسانی نبود حقیقتا. خسته نباشید. واقعا آقای دکتر عطابکی میپرسن آیا امکان تحلیل این کشتار بر اساس تنوع و ترکیب جنسیتی، قومی و آیینی میبینید همچین امکانی هست؟ اگر نظرت میخوام امکان تحلیل این کشتار بر اساس تنوع و ترکیب جنسیتی، قومی، آیینی، گروهی حتی میتونیم اینا رو میتونیم در واقع دسته‌بندی کنیم، بگیم که فرض بفرمایید از نظر جنسیتی یا از نظر قومی چقدر کرد، چقدر ترک، چقدر لور، چقدر نمیدونم زن، مرد، مسلمان، بهایی، نمیدونم غیره غیره. ببینید با بهاییان کاری نداشتن، یعنی اصلا با آیین‌های دینی دیگه ایران کاری نداشتن. نه ببخشید، منظور این هستش که در چارچوب همین کشتار زندانیانی که در واقع کشته شدن در جریان این عملیات، در این پروسه، در واقع این امکان هست که این افراد رو در واقع بر اساس ترکیب جنسی، قومی دسته‌بندی کرد و نگاه در واقع تا حدودی در واقع ما میدونیم که چپا بودن، مجاهدین هم بودن و شما اشاره کردین که فقط یه دونه زن در میان چپا بوده، ولی در مورد مسائل دیگه در واقع قومیتی مثلا ما هنوز نمیدونیم که چند تا کرد مثلا هنوز با قاطعیت با اینکه کلی کوشش کردیم که بفهمیم مثلا چند تا کرد، چند تا بلوچ مثلا فرض کنیم، اصلا اطلاعات همونطور که در آغاز اشاره کردم
اطلاعات ما درباره شهرستان ها به طور کلی خیلی ضعیفه، خیلی خیلی ضعیفه. و بعد خب حالا همین اطلاعات ضعیفی هم که ما داریم، خب شما نمیتونید بگید فلان کسی که در زندان اهواز مثلا فرض کنیم اعدام شده حتما عرب بوده یا نبوده، اصلا نمیتونید بگید. برخی از مثلا فرض کنیم زندانیان کرد در تهران اعدام شدن، درسته؟ خب اینو باید یه نفر بشناسه. مثلا ما سر این کار مثلا فرض کنیم میتونستیم از دوستان کرد بخوایم کسانی که تو میشناسن رو مطرح بکنن، یا کسانی که مثلا بگن که مثلا فرض کنیم در زندان سنندج مثلا فرض کنیم که این چند نفر کشته شدن، درسته؟ ما نتونستیم در مورد زندان مهاباد این کار انجام بدیم. میدونید چی میخوام بگم؟ بله. یه بخشی ما داریم، یه بخشی داریم در مورد شهرستان ها. هر چی اطلاعات تا این زمان در مورد شهر، تا زمان حتی تا این زمان که دارم میگم، یعنی واقعا تا 1 سال پیش این موقع، یعنی آخرین مقاله‌ای که آماده شد شهرستان ها بود، درست؟ یعنی تا چون که اینقدر دانسته های ما کم بود، به نظر من میاد که الان هنوز موقعیتی نیستیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. هنوز نیاز داریم به اینی که بیشتر اطلاعات داشته باشیم تا بتونیم این کار انجام بدیم. در واقع شما برای اینکه آنالیز جنسی، گروهی، نمیدونم دموگرافیک بخواید بکنید، باید اطلاعات کامل داشته باشید، بدونید که این چند نفر بودن، اولا زن بودن، مرد بودن، بعد اینا رو با از در واقع دیدگاه‌های مختلف نگاه کنید و بتونید تقسیم کنید. و چون این اطلاعات وجود نداره، طبیعتاً انجام یک همچین در واقع تحلیلی هم شاید وجود نداشته باشه. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. دوستان فرصت هست برای یک سوال دیگه؟ اینجا من نگاه میکنم. پرسیدن که خانم گیتا در راستای تشکیل آرشیوی برای پژوهشگران و دادخواهان و نسل‌های آینده، آیا امکان داره که مدارک و شهادت‌هایی رو که نتونستید در کتاب بیارید به صورت آنلاین جایی بگذارید؟ بله ما امیدوار هستیم که بتونیم این کتاب رو به زبان فارسی در بیاریم. خب وقتی به زبان فارسی در بیاریم یه مقداری مشکل گلاسیکی حل میشه به طور کلی. بنابراین و یه بخشش هم توی سایت از اخبار روزنامه ها و آرشیو اخبار روزنامه ها در سایت نقطه گذاشته خواهد شد و اونجا میشه کسانی که علاقمند هستن ببینن که سیر اصلا چجوری خبرها منعکس شد، چه نام‌هایی منعکس شد، چه نام‌هایی منعکس نشده، اونجا هستش. و این دوتا کار که بکنیم به نظر میاد که اگر اون چیزی که باقی مانده و میتونه مورد استفاده قرار بگیره رو بی تردید در اختیار دوستداران این علاقمندان و پژوهشگران قرار بدیم. سپاسگزارم از شما. همینطور که شما صحبت میکردید، یک کسی هم آقای رضا سوال کردن که این انتشار فارسی این کتاب برنامهش چیه که شما توضیح دادید. به زودی نخواهد بود. به زودی نخواهد بود. یعنی واقعا به یه نکته باید توجه کرد. این کتاب ها رو در آوردن با کار آسونی نیست. این نوع کتاب ها رو در آوردن، نه خوندنش کار آسونیه، نه تهیه کردن و نوشتنش کار آسونی هستش. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که با رویدادهای بی نهایت تلخ و تکان دهنده آدم روبرو میشه که و نمیشه یه رویدادی رو بازآفرینی کرد و نوعی زندگیش نکرد. بله. برای اینکه شما بتونید یک رویدادی رو درست بیافرینید، ناچار هستید که خودتون رو تو اون وضعیت قرار بدید و کار کردن روی این
کتاب ها وقت میبره. خیلی من چند تا کتاب در این زمینه در آوردم، کتاب های زیادی هم ویراستم در این زمینه. واقعا بعضی وقتا میبینم که سرعت مورچه است. بعضی وقتا اصلا فکر میکنم که نمیتونم، ناچارم کتابو بذارم کنار. این درباره خود زندانیان سیاسی هم صادقه. برخی از زندانیان سیاسی یه تیکه هایی از یادمانده های خودشون رو نوشتن، ولی برای زندانی سیاسی هم وقتی یه دست میبره که بنویسه، حالا اصلا چون به هم این اصل اینه دیگه، اصل اینه که شما باید 2 مرتبه اون داستان رو زندگی کنید و این داستان ها رو زندگی کردن ساده نیست. سپاسگزارم از شما دوستان. وقتی توضیح واضحات دادم، ولی چون که از من سوال شد باید بگم. کاملا بسیار بجاست. اولا دوستان، من هم از شما هم از آقای مهاجر پوزش میخوام به دلیل اینکه ما در ابتدا به دلیل مشکل فنی که داشتیم کمی 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم و من یک معرفی نامه کوتاهی از آقای مهاجر تهیه کرده بودم که در آغاز نشست این رو بگم. چون امکانش نشد، با اجازهتون فقط خلاصه ای از کتاب هایی که ایشون در واقع نوشتن و انجام دادن و منتشر شده من خدمت شما میگم خیلی سریع. 23 داستان کوتاه ایرانی با عنوان در تبعید، کتاب زندان در 2 جلد، گریز ناگزیر، 30 روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 با همکاری میهن روستا، مهناز متین و سیروس جاویدی. خیزش زنان ایران در 2 جلد با همکاری مهناز متین. مجله پیک سعادت نسوان با همکاری بنفشه مسعودی. به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیای ظریفی در دادگاه نظامی با همکاری مهرداد وهابی. راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران در 2 جلد با همکاری تورج عطابکی. باقر مؤمنی، رهروی در راه بی پایان 2 جلد. هوشنگ کشاورز صدر، یادنامه دوست با همکاری سیروس جاویدی. و این کتاب که Voices of a Massacre Untold Stories of Life and Death در ایران که همین سپتامبر گذشته منتشر شده و نیز یک نوشته مشترک ایشون با کاوه یزدانی درباره گسست بزرگ که در کتاب What is Left of Marx آمده که اکتبر همین سال منتشر شده. آقای مهاجر بسیار پرکار، خسته نباشید و من از شما سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که الان در پاریس تقریبا ساعت 11 شب و از خوابتون شاید زدین و در این نشست شرکت کردین. از شما خیلی سپاسگزاری میکنم. دوستان، نشست بعدی ما روز یکشنبه 20 ماه دسامبر خواهد بود و موضوع نشست و سخنران رو خدمتتون اعلام خواهیم کرد. برای گرفتن خبرهای کانون کتاب به صفحه فیسبوک ما مراجعه کنین. در این قسمت چت من چند تا آدرس گذاشتم. اولا برنامه روز دوشنبه 23 نمایش فیلم نسرین رو گذاشتم که در دانشگاه تورنتو برگزار میشه. سازندگان فیلم و خانم دکتر مجاب و آقای دکتر اخوان جزء پنل اون برنامه خواهند بود. لینک گذاشتم برای کمک به کانون کتاب تورنتو، اگر براتون امکان داره به ما کمک کنین، و لینک کتاب رو گذاشتم. و نهایتاً میخواستم که خواهش کنم، به فصل کریسمس نزدیک میشیم، شاید بهترین هدیه برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی این باشه که یه نسخه از این کتاب رو بخریم و به اونا هدیه بدیم و کمک کنیم به در واقع به اطلاع رسانی، به آگاهی رسانی در ارتباط با ایران و در ارتباط با این متاسفانه یکی از نقاط تاریخ معاصر ما که هم نسل دوم ما چیزی زیاد ازش نمیدونه و هم دوستان غیر ایرانی ما
به طور کلی چیزی نمیدونن و این کتاب یک وسیله خوبی است برای اینکه به هر حال اون کاری که تا اونجایی که میتونیم در رساندن این آگاهی ما هم کار نقش خودمون رو انجام بدیم، به جای خریدن نمیدونم شراب و ویسکی و اینها که خودشون هم میتونن بخرن، شاید هدیه دادن این کتاب بد نباشه. آقای مهاجر، من آخرین پیام رو میذارم به عهده شما، بفرمایید. اگر پیامی آخرین کلامی دارید بفرمایید. همه چیز رو شما فرمودید. من فقط به سهم خودم میخواستم سپاسگزاری کنم از دعوت شما، از این وقتی که برای این برنامه گذاشتین. امیدوار هستم که تونسته باشم شمه‌ای از این رویداد تلخ تاریخی، این واژه بسیار دقیقی که استفاده کردید، این نقطه تاریک یکی از تاریک‌ترین نقاط تاریخ معاصر ایران رو یه درک کلی از این داده باشم و تشکر میکنم از شما برای این فرصت و تشکر میکنم از شنوندگانی که نشستن و این برنامه رو گوش کردن و به همه از جانب خودم باید بگم شب بخیر، از جانب شما باید بگم عصر بخیر بگویم. روز و شب همگی خوش تا دیدار بعدی. خدا نگهدارتون. بسیار